به نام خدا، من خلبان رضا فدادری هستم. در فرودگاه قهرمانی در سال 1353 اولین پرواز آموزشی خودم رو انجام دادم. 30 ساعت پرواز انجام دادیم و اولین پرواز سولویی هم که در فرودگاه قلعه‌مرغ بود به آب سرمون می‌ریختن بسیار جالب بود. اتفاقا همین امسال حدود 6 ماه پیش که اونجا رو به عنوان پارک ولایت درست شده، رفتیم اون قسمت‌هایی که من رو سرم آب می‌ریختن دوستان قدیمم دیدیم و این صحنه بسیار برام زیبا و جالب بود که اون خاطرات رو برام تداعی کرد. دی ماه 1353 بعد از گذراندن کلاس‌های زمینی، پرواز و دروس زبان انگلیسی، موفق به اخذ در واقع مدرک تحصیلی انگلیسی، زبان انگلیسی شدیم و قبول شدیم آماده برای امریکا. بعد از ورود امریکا در دو رشته در دو فقره آموزش میدیم. یکی جنرال بود، یکی دیگه دوره در واقع عمومی بود. در اونجا هم بعد از گذراندن حدود 3 ماه وارد گردان پروازی شدیم. با هواپیمای ت-41 پرواز کردیم. 30 ساعت پرواز انجام دادیم و بعد از 30 ساعت و گذراندن 30 ساعت پرواز سولو ما رو منتقل کردن برای یک پایگاه دیگه به نام لافلین در جنوب امریکا. در اون پایگاه دوره ت-37 رو شروع کردیم. حدود 9 ماه کلاسامون طول کشید، پروازمون طول کشید. یه نزدیک 160 ساعت پرواز کردیم اونجا و در اون قسمت هواپیما در واقع هواپیمای دو موتوره شکاری بود. موفق شدیم که هم وینگ خلبانی بگیریم، هم به عنوان افسر درجه سلطان‌به‌روی نائل شدیم. بعد از اون به 1 ماه یا 2 ماه تأخیر داشتیم که دوباره پرواز با هواپیمای جت شکاری حالا ت-38 که همون F-50 هستن که ما در ایران داریم شروع کردیم پرواز کردن. 120 ساعت هم اونجا پرواز کردیم. بعد از پایان 120 ساعت پرواز ما رو اساین کردن برای هواپیمای فانتوم و در واقع F-4. من اواخر سال 1355 تقریبا اوایل اسفند ماه بود وارد کشور عزیزمون شدیم. ادامه دادیم پرواز هواپیمای F-4 رو تا شروع جنگ تحمیلی. در زمان جنگ تحمیلی در پروازهای 140 فروردین که در پایگاه شارع همدان و پایگاه دیگه بودن شروع کردیم انجام دادن و مأموریت ما زدن باند فرودگاه الرشید بغداد بود که همین پروازها به سلامتی رفتن و کارش انجام دادن، برگشتن که خوشبختانه همه هواپیما سالم به مقصد رسیدن. پروازهای آموزشی رو تا سال 1382 که 30 سال خدمت من در نیروی هوایی بود بازنشسته شدم و بلافاصله بعد از گرفتن مدرک CPL در فرودگاه پیام پرواز می‌کردیم و بعد از اون اومدم در سال 1391 اومدم برای هواپیمای فوق سبک در فرودگاه نوشهر. اساین شدم برای پرواز با هواپیمای ساوانا در شرکت عقاب آسمان که مربوط به